داشتم اینجوری بازی میکردم اصلا تو فکر اینه نبودم که دیدم شماره 1 رو زدم. گفتم خب برم دیگه حداقل ریوایوش کنم اینو شاید بتونم اگه نرفتیم لابی. اینجوری که بازی میکردم دیدم شماره 3 4 زدم. تمام دیگه گفتم خود تنها شدی. گفتم خب یه اسموگ انداختم. گفتم خب حالا با این فکر بازی برم جلو. یه اسموگ انداختم گفتم اول برم پلاکار بگیرم. بعد گفتم نه ولش، پلاکار نرم، از پشت اون اتوبوسه برم بزنم. گفتم تیر زدم و اینا از پشت اتوبوسه رفتم یه نگاه کردم دیدم اینجا داره آرمور میزنه. یه شات بهش میزنیم تمام. سری با نینجا میرم تگو میگیرم. تگا رو که میگیرم تگا رو میخوام بزنم. تگا رو میزنم. تگا رو که میزنم سری میرم اونو بگیرم. اونو که میخوام برم بگیرم میبینم این کلاس رو مخه همونجا. گفتم خب چیکار کنم تیر بهش بزنم. تیر بهش بزنم صدا پا از سمت راستم داره میاد. گفتم خب اینو میذارم بعد میرم تگشو میگیرم. وقت است اینم گرفتیم زدیم تمام شد. پس نتیجه میگیریم با یارا رندوم بازی نکنیم.